سلام بچه‌ها، چطوری؟ من راجانم، ایشونم زهرا، خواهر بزرگمه. چند سال از من بزرگتری؟ 7 سال. 7 سال از من بزرگتره. ولی مثل 2 تا دوست میمونیم با هم دیگه. از اون خواهرایی هستیم که دعوا میکنیم با هم خیلی. البته اینم بگم بیشتر سر لباس. همه خواهرها سر لباس دعوا میکنن. شما با خواهرتون سر لباس دعوا نمیکنید؟ سر لوازم آرایشی هم بعضی وقتا. مثلا من ریمل زهرا رو برداشته بودم، اومده اینجا میبینه ریملش خونه ماست. خب آدم برمیداره میگه دیگه، نمیگی. خب وقتی میگی نمیده چیکار میکنی؟ میدوزی ازش. آدم کثیفی هستی. من به اعتماد کردم میشور. خب پسری میشه من بای میدم. حالا بچه‌ها بذارید اولین ویدیو یوتیوبمون رو داریم ضبط میکنیم و اینکه هم توی کانال خودم میذاریم اینو، هم کانال زهرا. کلی حرف داریم بزنیم ما، کلی حرف. خیلی، چون ما فکر میکنم اولین خواهرایی هستیم که یه کشور که اصلا شاید به ذهن هر کسی نخوره که واقعا اینجا جایی. آره اینجا اصلا ایرانی نیست. ایرانی نیست و کسی یه ذره هیزم هستیم. اینجا باش، اینجا اون دختر خیلی خوش. آره در کل اولین شخصی هستیم که اینجا مهاجرت کردیم و اینکه اولین دخترای ایرانی هستیم که توی کشور که اصلا به ذهن کسی خطور نمیکنه مهاجرت کرد. اول من، بعد زهرا که حالا یه سری شرایط ها داشته و به خاطر اون شرایط ها و دلتنگی زیادش برای آتی. آره عبدیم اول مهاجرت کرده بعد من مهاجرت. من تازه 1 هفته از مهاجرت کردم. 1 هفته نشده، فردا میشه 1 هفته که من اومدم اینجا. آره مهاجرت کردیم. خب بچه ها اونجوری که گفتیم این اولین ویدیو یوتیوبمونه، سابسکرایب کنید. یه ذره لاشی هستیم یه ذره ناشی هستیم. سابسکرایب کنید، نظراتتون رو بگید تا ما یه ذره چی میگه حرفه‌ای بشیم و ویدیوهای خیلی حرفه‌ای واسهتون بگیریم. مثلا میکروفون بگیریم. آره مثلا یه دونه میکروفون بگیریم. آره یا مثلا دیگه. ولی اینم بهتون بگم آبجیم توی اینستاگرام من میدونن دیگه، نمیدونن دیگه معروفه. معرفی کن خودتو، کلاس ندار. سلام. خب من زهرام، 20 سالمه. تو اینستاگرام منو هندونه صدا میکنن و اینکه 20 ساله مهاجر. البته 1 هفته است دیگه مهاجرت کردم. هندونه صادراتی. و کلی اتفاق افتاده که من اومدم اینجا که همشو مو به مو براتون توضیح میدم. میگم 20 سالمه ولی اندازه 50 سال تجربه دارم. ماشاءالله آدمون با تجربه. هندونه رسیده. ولی در کل بچه‌ها جدا از تمام این خنده ها و شوخی ها ما خیلی افسرده بودیم. ما الان نبینید داریم میخندیم. واقعا کشور مهاجر تو من götümü tabağa. نه اون همه نده koymuşsan oraya. O çöktü. Onda oturacak. والا خودش بلند میشه همه نگاه میکنن. حالا این خودش همه نگاه خیلی میکنه. خوشگل. بلند شو نشون بده. عمو رو نشون بده. کاش اینجا بودم بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها ویدیو تو طرقه باشه ببخشید. خب ترک زبون هستیم و اینکه راجع به خودمون نمیدونیم چه چیزهایی بگیم که براتون خیلی جالب باشه، جذاب باشه. در مورد مهاجرت هم حرف می‌زدم. و اینکه sen danış. Yo sen danış. İcazه verin sen danış. من خودم حرف بزن دیگه. من چی بگم؟ سوال بپرسید بچه‌ها، توی نظراتتون سوالاتتون بپرسید. سری بعدی که داریم واسهتون ویدیو ضبط می‌کنیم براتون جوابا رو دونه دونه بنویسید. باید واسه زهره عینک آفتابی بخرم وگرنه اینجوری که پیش میریم این خیلی هیزه. بابا خب دخترها رو می‌بینم دیگه، پسرها رو نمی‌بینم که. الان پسر ردمی رو شلوار نمشته بود نگاه کردی. اون خیلی دیگه بد بود. اونو تا اول دیدی بعد به من نشون داد. در کل بچه‌ها سابسکرایب کنید
لایک کنید، کامنت بذارید واسمون و در کل که حمایتمون کنید و نظراتتون رو راجع به حالا مهاجرت، سوالاتتون رو بپرسید. هر سوالی در مورد مهاجرت داریم بپرسید، ما جواب میدیم. و اینکه من یک هفته است گفتن میگم این موضوع، من یک هفته است مهاجرت کردم. تو چند وقته این 4 ساله که مهاجرت کرده. اول رفته بود ترکیه، بعد دید اونجا زیاد خوب نیست. آره مثلا ترکیه مهاجرت نکنه. میگم اگه این فضای مجازی نبوده من مثل این پیرزنایی که میشینن تو کوچه سبزی پاک، من از بچگی هم همینطوری بودم. مثلا میرفتم تو کوچه این دختره رفت اون مردم اومدین با کیو اون یکی با من تو کوچه خودمون بذار یه ذره اینجا میفهمن چی به چیه. کوزونم خودم. و اینکه آره در کل بچه‌ها سابسکرایب کنید و اینکه هیچ معرفی نمیده حاجی میزید. چرا دیگه من گفتم دیگه، تو نگفتی. این روژانه. چند سال؟ من روژانم 28 سالمه. خاله من روژانم 28 سالمه، یه پسر 13 ساله دارم و اینکه پسرشو باید بدیم حالا افغانستان. نه یعنی زن بگیریم. الان با پسر مهاجرت کردم توی چند آره دیگه خالش اومده از صبح تا شب میرن دختر بازی با هم. آره به خدا. و با پسر آره یه دختر خوشگل میبینیم بهش میگم علی برو تو کارش. اینو نگفته. علی منو ببخش. سر کار میریم، کار داریم بچه‌ها، راجع به کارمون میتونید بپرسید ازم. مجرد و سینگلیم. من بی مردمونم وارم. نه گفتم مثلا سوالی دیگه بچه‌ها راجع به تحصیلات هم میتونید بپرسید. بچه دانشگاهمو خیلی میپرسیدین. بچه من انصراف دادم از دانشگاه متاسفانه به خاطر یه سری مسائل و اینکه چرا موهات خوشحالته مثلا این وری میدی همین وری ثابت میمونه. من 500 بار بعد با این موها بازی کنم. من حالا همش تو رو میبینم میگم چیکار میکنه این موهاش خوشحالته. والا این موهای منه بچه‌ها، اصلا میونه خوبی ندارم با موها. هی میدم پشت گوشم. الان خیلی خوشگل شد به قرآن. در کل موهاش خیلی قشنگه، خوشم میاد. بعد اینکه هشت دقیقه بود. سابسکرایب کنید بچه‌ها. نگفتم، من اصلا حرف نزدم که چرا مهاجرت کردم. به نام خدا. الان باز میگه سلام زهرا هستم 20 ساله، اسممو میگن هندونه. خب اونه که گفتم الان چرا مهاجرت کردم. اونجا بگو. نه خودکار باید تو دستم باشه. خانم مدیر ده. سلام. نه واک به خودت بیا. خب بابا کجا ایتم؟ داشتم میگفتم که چرا مهاجرت کردم. دیگه همتون میدونید اینجور مسائل رو. نمیدونید؟ باید بدونید. من خجالت میکشم حالا جلوی دوربین نیومدم. بچه‌ها سابسکرایب کنید، این ویدیو رو واسهتون میذاریم و اینکه اولین ویدیومونه. حالا یه سری چیزها رو نمیدونیم بگیم، نمیدونیم چجوری باید بگیم و چه کلماتی باید استفاده کنیم، ولی این ویدیو رو ضبط کردیم کاملا دلی بود. آگزون داشتن gördün؟ آره دیدم. ماشاءالله ماما. و این در کل بچه‌ها این ویدیو رو کاملا دلی ضبط کردیم براتون. این اولین باریه که من و زهرا دوتایی اومدیم، حالا بدون پسر من یه جا نشستیم با هم کافی خوردیم و اینکه سعی کردیم که از حالمون، از احساساتمون با شما به اشتراک بذاریم. سابسکرایب کنید و مجدد ویدیوهای خیلی خیلی خوبی براتون میذاریم. سعی میکنیم از کشوری که هستیم براتون بیشتر بذاریم، از پاساژاش، از قیمتاش، از کارش، شرایط مهاجرتش و خیلی چیزای دیگه بذاریم. حالا یه چیزی بچه‌ها بهتون بگم، حتی مثلا شخصایی که حالا اینجا هستنن چیز دارن. Thank you. سنگره نمیاسن.
دیگه دا میده میگه thank you. Hello. Thank you. درید اونجا خمار استولید. ولی در کل بچه این hiç koyayım دانشان karışma bir لحظه. بچه ها دوستمون داشته باشید تا ویدیوی دیگه. داینم هدیه ارجام اجازه بمیسن یادم نشد. پسیبا دو تا دختره اونجا نشسته بودن اومد رد شد گفت خیلی خوشگلی ولی خودشون هم خیلی خوشگل بودن. خیلی خوشگل بودن. حالا میپرسید ما به چه زبانی حرف زدیم؟ به روسی بود. به روسی گفتن که الان ما مسکو نیستیم راستای روس ما هم بهش گفتیم پسیبا مرسی. ما خیلی خوشگلی ما گفتیم مرسی. ولی در کل بچه ها سابسکرایب کنید یوتیوب ما رو داشته باشید. اولین فکر کنم یوتیوبرای دو تا خواهره باشیم. نیستن همه دوستن با هم همه دوستن ما خواهر ولی ما خواهریم و اینکه با هم برادریم. چی کار آره دو تا خواهریم و فامیلی لایف استایلمون از کشوری که هستیم براشون بزنیم بیزن آغزوری اونتون توضیح بدیم بریم نمونه دیگرم یارم ساعت زیر بوده را 12 دقیقه و بچه ها خیلی دوستتون داریم. بیچاره زن چون شلولوب سن زن اون روای قهوه خورده قهوه مخوره اینجوری میشه. نه خدافظ دیگه خدافظ تا ویدیوی بعدی بدرود. یک رو صدا کن قطع کنه دیگه دقیقا ناشی نیستی.